عزیز سلام. موسی داوری از دنمارک باز در خدمت شما قرار دارم. قراره که گفته بودم سابق، در هفته قبلی طی سلسله لکچرهای رادیولوژی که ما آهسته آهسته به معاینات رادیولوژیک به شکل سیستماتیک پیش میریم و در این راستا خواستم لکچر جدید را در مورد جگر یا کبد، چگونه معاینات رادیولوژیک از این صورت میگیره، چی وقت استادباب داره و چطور میتونه یک دکتر معاینات وقتی که برش میرسه نتایجش چطور ارزیابی کنه و ببینه. در این مورد خواستم یک لکچر جدید را برای شما تهیه کنم و امروز لکچر به شکل ویدیو لکچر در مورد کبد و جگر است. معاینات تشخیصی کبد و جگر در اینجا شامل است و امیدوار هستم شما از این مستفید شده و یک خدمت را برای هموطنان ما خصوصا به دکتر صاحبا و به محصلین ما کرده باشم. در سلسله لکچرهای رادیولوژی کبد یک عضو بسیار یک مهم در بطن است. در هر معاینه بطنی و در معاینه صدری ما به صورت مکمل یا قسما کبد میبینیم. در معاینه بطنی کبد اگر معاینه اولتراساوند باشه، سی باشه و یا ام آر آی باشه، ما باید دقت زیاد را به این عضو از داخل بطن به خرج بتیم و اینا باید زیادتر مانند اعضای دیگه باید بررسی کنیم. در لکچر فعلی آهسته آهسته ما پیش میریم. فعلا قسمت اول لکچر است که در مورد معاینات رادیولوژیک است. قسمت دوم ازی در مورد امراض منتشر است که در لکچر بعدی اگر وقت بود در می هفته و اگر نبود در هفته دیگه او را مورد بررسی و قرار میتیم. لکچر سوم ما در مورد آفات میراقی یا فوکل فایندینگز جگر است. میاییم سر بخش اول که شامل معاینات رادیولوژیک کبد است. کبد میتونه به توسط معاینات مختلف مورد ارزیابی قرار بگیره. میتونه از یک معاینه اولتراساوند ساده شروع الا ام آر آی و همچنان الاستوگرافی در دیپارتمنت رادیولوژی مورد مطالعه قرار بگیره. همچنان از طریق گرفتن بیوپسی میتونیم نسج کبد و یایی که میراقات را اگر بالایش مشکوک باشیم مطالعه کنیم. جراحان اکثرا یا به شکل باز یا به شکل لپاراسکوپیک میتونن از او مطالعه کنن. همچنان میتونیم توسط ERCP که به شکل اندوسکوپیک است از قسمت های طرق صفراوی که مربوط به کبد میشه نمونه برداری کنیم. در معاینات خون هم کبد از خود تغییرات را نشان میده، حالت نرمال لیور فانکشن تست، حالت غیر نرمال لیور فانکشن تست و همچنان بعضی بیومارکرهایی هستند که نشان دهنده امراض کبدی می باشه. ما در این بخش در مورد استطبابات ایمیجینگ یا تصویربرداری از کبد حرف میزنیم. چی وقت و چرا باید معاینه جگر انجام بدیم؟ معاینه جگر به صورت عموم از اولتراساوند که معاینه ساده هست شروع میشه و این استطبابات زیاده داره که در اینجا لیست کردیم. به تعقیب بلند رفتن تست های وظیفوی جگر، مثلا در صورت بالا رفتن لیور فانکشن تست، اگر دکتر کدام دلیل دیگی را نمیافه که مربوط به ادویه و یا سایر دلیلای باشه که دکتر متقاعد کنه
باید دکتر صاحب محترم شما را به معاینات جگر بفرسته. در صورتی که ما بالای سنگ و یا پولیپ‌های صفراوی مشکوک باشیم، در صورتی که بندش قنات صفراوی از سبب سنگ‌ها، از سبب امراض سرطانی و یا از سبب پولیپ و یا سایر مشکلات دیگه‌ای در قنات‌های صفراوی باشه، ما باید جگر را به صورت کلی مورد ارزیابی قرار بدهیم که از اولتراساوند شروع میکنیم. معاینه خود کیسه صفرا که آیا کیسه صفرای ما التهابی شده، آیا در چیزش موجود هست و یا نه. در صورتی که ما در مریضایی که مشکلات جگر سابق داشته باشند، مثلا سیروز داشته باشند، اگر بخوایم تا ببینیم که آیا پیش مریض پورتال هایپرتنشن یا بلند رفتن فشار پورتال موجود است و یا ای که مشکوک باشیم که شرايين و وریدای جگر مشکل داره و یا کدام آفات میراقی که از در ارتباط با شرايين هستن در جگر مورد هدف ما باشه، میتونیم از اولتراساوند استفاده کنیم. در حالات ترزیست، مثلا در تراما، وقت مریض میاد در ترامای خصوصا ترامای ترافیکی، معاینه آسان و از بسیار ارزان و زود است که میتونیم در بیتساید یا نزدیک به مریضی را انجام بدیم. در حالات دیگه که اگر مثلا سی تی و یا ام آر آی در دسترس نباشه و یا کدام معاینه دیگه نداشته باشیم، معاینه است که قابل دسترس است در همه جا. معاینه دومی که جگر بارش توسط از او ارزیابی میکنیم سی تی است. در صورتی که وقت اولتراساوند ما نتیجه درست را برای ما داده نتانست و کدام آفات میراقی یا منتشر در اولتراساوند ما دیدیم و میخواهیم او را بهتر ارزیابی کنیم، باید از سی تی استفاده کنیم. اینجا باز فرق میکنه که اگر مرکز ما ام آر آی داره، ام آر آی بهتر است و در صورتی که بعض جای وقتایی است که آفات میراقی ما کلسیفاید است، در اون صورت با سی تی برتریت داره. در صورتی که ما بخوایم ارزیابی کنیم که آیا در جگر کدام آفات میراقی سرطانی وجود داره و یا یکیش استیجینگ و یا اندازه گیری سطح انتشار از او را بررسی کنیم، از سی تی میتونیم استفاده کنیم. در صورتی که امراض منتشر کبدی مثلا استیاتوزیس یا چربی جگر، امراض مانند هیموکروماتوزیس در اوجا باید مشکوک باشه، میتونیم از سی تی استفاده کنیم. ارزیابی طرق صفراوی، همچنان شرايين آورده جگر و در صورتی که حالات ترسیز حاد موجود باشه و ببینیم که آیا خونریزی موجود است یا نه و ترسیزات چقدر ابعادش است، در اون صورت سی تی کمک کننده است. معاینه ام آر آی جگر تقریبا معاینه پیشرفته است. اگر برای افغانستان بگویم، در اینجا هم به صورت کلی برای همه استطباب نداره، فقط در صورتی که ما نتانیم نتیجه درست و به تشخیص درست در سی تی و در اولتراساوند برسیم، میتونیم آفات فوکال توسط ام آر آی با گرفتن کانترست و در اوقاتی که چی وقت گرفته میشه کانترست ما از طریق ارزیابی کنیم و ببینیم که آیا سیست است، آیا ادینوم است، آیا هیپاتوسلولار کارسینوم است و یا فوکال نودولار هایپرپلزی و یا غیره آفات میراقی اگر باشه میتونیم دیگه بررسی کنیم توسط ام آر آی. امراض منتشر همچنان میتونیم مثلا استیاتوزیس منتشر جگر، امراض که ذخیروی باشه، مثلا امراض ذخیروی مس یا که به نام ویلسون یاد میشه، هیموکروماتوزیس، هیموسیدروزیس و چربی منتشر و غیره. ارزیابی متاستازها به جگر و همچنان ارزیابی تداوی بعد از سوختاندن حرارتی و یا کیمیایی اگر آفات میراقی متاستاز باشه، او را میتونیم توسط ازی ارزیابی کنیم تا چی اندازه در از بین رفته و آیا کدام ریکرنس داره نداره. ارزیابی پاتولوژی های طرق تنفسی که اینجا یادآوری کنیم که ما میتونیم از کانترست های مختلفه که در ام آر استفاده میشه
کانترست گدولین بیس است و همچنان کانترستی است که برای حجرات هپاتوبیلیاری مختص است از او استفاده کنیم. آفات شیرینی وریدی و همچنان در آفات ولادی هم میتونیم از MRI استفاده کنیم. ما در سلاید قبلی از کانترست نام بردم. کانترست در اولتراساوند، در CT و در MRI مختلف است. انواع مختلف کانترست اینجا برای هر سه معاینه خود نوشتیم. کانترست اولتراساوند ساخته شده از از حباب های بسیار کوچک است که در ورید زرق میشه و به شکل زنده میتونیم آفات میراقی را مثلا اگر سرطان باشه و افراد دیگه غیر سرطانی از او تشخیص و یا تفریق کنیم. کانترست در CT تقریبا تمام این کانترست که استفاده میشه در CT به اساس بیس آیودین می باشد که به شکل غیر آیونی است و سبب فرق شدن یا تفریق پذیری بهتر بین انساج می گردد تا برای ما درست انساج کبدی و سایر انساج به صورت عموم قابل رویت شود. در MRI کانترست دو نوع است. کانترست نوع اول که به اساس بیس گادولینیوم است که این نظر به مقدار نوعیت دومش که به اندازهش زیادتر داده میشه و تفریق پذیری به خاطر از اینکه مقدار کانترست در وجود شخص زیادتر داده میشه بهتر است. کانترست نوع دوم که برای خاص برای استفاده در امراض و آفات کبدی از او استفاده میشه، کانترست هپاتوبیلیاری اسپسیفیک کانترست است که ای هم از خود باز دو نوع داره. شکل اولش به نام مونتلی هنس که یک نام تجارتیش است که استفاده میکنیم ما، تقریبا 5% با پروتئین پلازما وصل میشه و کمتر از طریق صفراوی اطراح میشه و نظر به از اینکه ما بخوایم در فازهای بعدی یا فازهای تأخیری از استفاده کنیم باید 90 الی 120 دقیقه باید انتظار بکشیم تا مقدار کانترست از طریق صفراوی اطراح شود و ما با واسطه از او بتانیم طرق صفراوی را مورد مطالعه قرار بدیم. شکل دوم از این تحت نام تجارتی پریموویست به بازار عرضه میشه که تقریبا 10% با پروتئین پلازما وصل میشه و اطراح صفراوی و کلوی از این تقریبا با هم برابر است و 50-50% می باشه. برای از این ما فقط 10 الی 20 دقیقه وقت باید بتیم تا از مقدار کانترستی که از طریق صفراوی اطراح شده او را ما قابل رویت کنیم و ببینیم و از واسطه از او سیستم صفراوی را ما بهتر مطالعه کنیم. همچنان میگم از این کانترست ها به خاطر فرق بین سرطان ابتدایی جگر، چون اساس سرطان ابتدایی جگر هپاتوسلولار یعنی حجرات خود جگر تشکیل میده، باید میتونیم از این استفاده کنیم تا او را فرق کنیم از آفات خارج از حجرات کبدی مانند ادینوم و یا که فوکال نودولار هایپرپلازی و همچنان متاستاز که متاستاز اکثرا منشأ حجرات خارج کبدی دارن. لازم به یادآوری است که ما باید بفهمیم که از نظر یک رادیولوژیست آناتومی گراس، آناتومی بزرگ کبدی به چه شکل است. از نظر تقسیم آناتومی کبد به 8 بخش تقسیم شده که این تقسیمات به اساس موقعیت ورید پورتال و وریدهای کبدی است. نامگذاری ازی در اروپا و در آمریکا یک کم از خود تفاوت داره. در اروپا چون در بالا ذکر کردیم که لوب طرف چپ کبد به بخش 2، 3 و 4 تقسیم میکنه، لوب طرف راست کبد به 5، 6، 7 و 8 و لوب کوادیت که لوب 1 است او از خود جدا تقسیم بندی میشه. در امریکا این تقسیم بندی به اساس موقعیت حفره صفراوی است یا گال بلادر فاسا. در اروپا نظر به وریدهای کبدی تقسیم بندی میشه که در تصویرها میتونیم بعداً ببینیم. در امریکا گفتیم طرف چپ به بخش 2 و 3 و طرف راست به 4 و 5 6 و 8 7 و 8 تقسیم میشه.
که یگانه فرقش است به خاطر ازی که اگر ما برای راپور میتیم برای آمریکا باید به اساس سیستم آمریکایی برشان راپور بدیم و در صورتی که اگر راپور ما در اروپا باشه به سیستم اروپایی میتیم. سه لیگامنت اصلی که باید در نظر بگیریم در معاینه خود و برای ما ایز اهمیت است: لیگامنت های کرونری، لیگامنت ترسیپاتیس و لیگامنت فالسیفارمس. قرار گفتم این شکل که میبینیم کبد است و وریدهای کبدی است که در اروپا ما این را به اساس یعنی تقسیم کردیم طرف چپ و طرف راست، ولی در امریکا از فوسای گال بلادر از استفاده کردن که چاره شامل قسمت راست کبد ساختن. در این منظره کمی بهتر و واضح‌تر شده. البته این تقسیم بندی و شکلی است که در اینجا به متد اروپایی است. لیگامنت ها را گفتم: کرونری لیگامنت، فالسیفام لیگامنت و لیگامنت ترس در اینجا موجود است. قسمت راست اکثرا تحت دیافراگم راست کبد قرار دارد. معاینه اولتراساوند جگر که معاینه اولش هست، در این مورد میخوایم کم معلومات بدیم. در اینجا میتونیم پرنشیم یا نسج اصلی جگر در اولتراساوند به شکل یکسان یا هوموژن ببینیم. انعکاسش نسبت به تحال یا تیلی که اگر با او مقایسه شود یک اندازه بیشتر است در اولتراساوند. وریدهای کبدی وقتی که ما بخوایم از او یک ترسیم از موجه های از او را کنیم به شکل ترایفیزیک است، چون در وریدهای کبدی یک قله دیگر در وقت کانترکشن قسمت راست قلب پس یک پسده دیگه داره که سبب میشه تا یک قله جدیدی تشکیل کنه و او خاطر 3 فازت نشان میده. ورید پورتال سرعتش کم است، تقریبا بین 10 تا 20 سانتی در ثانیه هست. در هنگام شقیق و زفیر فرق میکنه، موجهش بلند و پایان میره و در صورتی که مانند ترایکوسپیدال ریگارگیتیشن یا به فارسی اگر ترجمهش کنیم شل شدن دسام ترایکوسپید و یا از مریضایی که بسیار لاغر هستند، موجه میتونه در ورید پورتال به شکل نبض مانند دیده شود. شریان کبدی مقاومتش در مقابل جریان کمتر است، چون با وجودی که شریان است موجه های 2 فازه‌ای را تشکیل میده و مربوط به فشار سیستولیک و دیاستولیک می باشه که او را ترسیم میکنه. حرکت خون آنها موازی با ورید پورتال است. اینجا پورتال وین به شکل اگر موجهی ببینیم در وقت شقیق و زفیر یا در وقت نفس کشیدن یک اندازه موجهش بالا و پایان میره، تغییر میکنه و به صورت عموم فشار در پایان است. در اینجا هیپاتیک آرتری یا شریان کبدی رو میبینیم که شامل قله‌های سیستولیک و دیاستولیک است و این 2 فاز است. اما وقتی که ما اگر پروب بالای مریض قرار بدیم در قسمت راست به شکل کم 2.45 درجه در قسمت راست وقتی که ما ببینیم، ما میتونیم پورتال وین به صورت عموم به خوبی مشاهده کنیم و شما میبینید که در اینجا امی موجه که ما تشکیل دادیم برشان بسیار پایان است و آهسته آهسته نظر به این که شقیق و زفیر نزد مریض صورت گرفته کمی بالا و پایان میره، در حالی که وریدهای کبدی در اینجا به شکل 3 قله‌ای نشان میده یا اینجا همون شکل ترایفاز فلو پترن از خود به نمایش میده. و اینجا هم شریان کبدی است که از خود دارای قله سیستولیک و پایینی دیاستولیک است. سیتی جگر در مورد خاص وقتی که رسیدن به تشخیص درست لازم است، در این صورت باید جگر به صورت عمومی و مکمل معاینه شود که شامل فازهای غیر کانترست و 3 فازی که در او کانترست دیده میشه است. فاز اولش یعنی قبل از اینکه مریض یک ماده رنگه یا کانترست میگیره
در این فاز فقط ما یک سیتی عمومی بطن نزد مریض انجام میتیم و میبینیم که در اینجا آیا محراقات کلسیمی در جگر موجود است، چون این سفید رنگ و یا با دنسیتی بالا دیده میشه در اینجا. آیا میبینیم که در کبد شحمی است، میتونیم به صورت یعنی با چشم خود ببینیم که آیا مقدار شحم نسبت به در طحال و کبد چی فرقی داره. از یک دستاورد و یا یک معلومات خیلی خوبی را میتونیم از نان کانترست به دست بیاریم. همچنان در نان کانترستیتی قسمت های دیگه بطن و احشای خلف پریتونیا یا در یعنی در عقب پریتون وقت قرار داره، مثلا کلیه ها، در صورتی که اگر سنگ موجود باشه بهتر میتونیم ببینیم. فیز دومش فیز آرتریال است یا فیزی است که ما کانترست در شرايين میخوایم گیر کنیم و نسبت شرايين با انساج دوجه مورد مطالعه قرار بدیم که ای برای ما خیلی اهمیت داره، به این خاطر که اولی که شرايين میتونیم به صورت عموم ببینیم، شرايين بزرگ بطنی رو میبینیم، آفاتی که در او هایپرواسکولار لیژنز ها موجود است، مثلا اکثرا آفات پاتولوژیک چون از خود تولید نیو واسکولارایزیشن یا تولید شرايين کوچک جدید را میکنن. در او صورت ما میتونیم شرايين دایی بسیار خوب در آفات میراقی ببینیم. البته آرتریال فیز مدتش بسیار کوتاه هست، در حدود 20 ثانیه بعد از دادن کانترست است و به تعقیب از او باز پورتو وینال فیز یا پورتو وینوس فیز اجرا میشه که در اینجا تقریبا در حدود 60-70 نظر به بازده قلبی نزد مریضا فرق میکنه. اگر مریض پیر باشه و مشکلات قلبی داشته باشه وقت زیادتر هم میگیره تا خون به سیستم وریدی برسه. در این فاز پرنچم کبدی باز دیده میشه نسبت به اینکه فیز اول که در اوج ما شرايين میدیدیم، در این فیز پرنچم کبدی را بهتر قابل رویت میکنیم. آفات میراقی وقتی که در فیز آرتریال دیده باشیم، در فیز پورتووینوس در مورد از اون معلومات زیادتر به دست میاریم و یا میبینیم که آیا در وقتی که در فیز اول وقتی که کانترست برش میرسید چی شکل بود و بعد از او که در حالت وینوس و وریدی هست آیا کانترستش باقی میمانه، آیا کانترست زیاد میشه، آیا کانترست خود از دست میده، که هر 3 معلومات برای ما مهم است تا بدانیم که آفت هایپرواسکولار است یا آفت است که مقدار از دست دادن کانترستش زیادتر است. در تشخیص تفریقی آفات میراقی خیلی مهم است. دیلید فیز یا فیز تأخیری سیتی در مدت 10 دقیقه بعد از دادن کانترست است که در اینجا مشخصات بیشتر آفات جگر به شکل میراقی اگه باشه برای ما مهم است و میتونیم در این معلومات به دست بیاریم. مثلا در صورتی که یک آفت باشه که هایپرواسکولار است و در وقت پورتووینال مقدار کانترست او زیاد میشه، بعد از مدت دقیقه میبینیم که های کانترست از دست داده و یا هنوز هم در اونجا باقی مانده. بعضا میشه که آفات هستن که هیچ کانترست نمیگیرن، مثلا سیست ها که اگر در آرتریال باشه یا در پورتووینوس و یا در دیلید فیز باشه هیچ از خود تغییرات رو به خود نشان نمیده و این خودش رسیدن ما را به تشخیص کمک میکنه. تکنیک های سیتی اسکن به اساس مواد رنگه حالا کم بیشتر در موردش تشریح میتونم. اول گفتم سیتی اسکن بدون کانترست است که جگر نسبت به تا حال تقریبا 8 تا 10 هاونسفیلد یونیت یا همو یونیت دنسیتی یا یونیت کثافت نسبت به او زیادتر داره. سیتی اسکن در وقت شرايين کبدی با کانترست یا همو آرتریال فیز که قبلا گفتم این در حدود 20 تا 25% کبد باید بگویم که توسط شریان و یا شرايين تامین میشه خون ازی و به این خاطر ما آفات را که از منشأ خون شریانی داره میتونیم در این فاز بهتر ببینیم. سیتی اسکن پورتوویناس یا همو وریدی پورتال کبد با کانترست
در حدود 75 تا 80% خون کبد به واسطه وارد پورتال از طریق سیستم هضمی دوباره تامین میشه و در این صورت تومورایی که حاوی مثلا مقدار زیاد کانترست در وقت سیستم وریدی میگیره، در وقت در هنگام اسکن وریدی میگیره، میتونیم فرقش کنیم و یا ببینیم. یک چیز دیگه که بسیار مهم است، بازم گفتم قبلا هم گفتم، اکثرا تومورها در کبد حاوی خون شریانی می باشه. به این خاطر سیتی در وقت شریان، یعنی در سیتی اسکن با کانترست در وقت آرتریال فیز یا فیز شریانی خیلی بر ما ارزش داره. در اینجا یک نمونه سپلای یعنی بلاد سپلای یعنی خون رسی به جگر نشان میده. ورید پورتال با شکل این وریدی بسیار بزرگ و رنگش هم رنگ بانجانی هست. میتونید ببینید که قسمت اعظم از جگر اروا میکنه. شریان پورتال کوچک است. شریان پورتال از ترونکوسیلیاک منشأ میگیره و به راست و چپ تقسیم میشه. ای 20 تا 25% گفتم تامین میکنه خونه و همچنان قسمت ورید خود کبدی است که هم دوباره وقت خون از سیستم سینوزیال کبد خارج شد بالا میبرن به وینا کاوا اینفریور و به قلب دوباره. در مورد منشأ توموری گفتم تومورها اکثرا منشأ خود با شریان‌های کوچک با نیو واسکولاریزیشن و ارتباط شریانی برقرار میکنن. سیتی اسکن برای تعیین کتلات با اروای زیاد شریانی یا هایپرواسکولار یا کتلاتی که هایپرواسکولار هستند، در این صورت ما چی میکنیم؟ از نظر کاری که با مریض شکل پرکتیکال انجام میدیم، تقریبا 120-150 میلی لیتر کانترست با صورت 3 تا 5 میلی لیتر فی ثانیه در یکی از وریدهای مریض و خصوصا وریدهای اطراف علوی با یک کنولای بزرگ که قدرت از این داشته باشه که ما 3 تا 5 میلی لیتر فی ثانیه با می سرعت داخل کنیم در رگا. از طریق ما کانترست میدیم. بعد از 20 ثانیه تاخیر ما عکس برداری یا سیتی میگیریم که در اینجا در این قسمت اسکرین اگر ببینیم از نظر رادیولوژیست ما این قسمت به طرف راست میگیم اما در قسمت چپ اسکرین قرار داره. خود این یک فیز هست، فیز آرتریال است. وقتی میبینیم کانترست چون رنگ سفید داره در پورتا مقدارش زیادتر است و از طریق ترونکوسیلیاکوس و آرتریا هپاتیکا انتقال داده شده به کبد. و در اینجا ما میراخات را میبینیم که در این فاز زیادتر، روشنتر و با کانترست زیادتر نسبت به پرانشیم نرمال کبد ما میبینیم. با تعقیب از او وینوس فیز است، یعنی فیز پورتووینال که کانترست ما در وینا پورتا که در پهلوی آرتریا هپاتیکا قرار داره اینجا میبینیم و در از نظر تصویر قبلی اوجرات کبدی زیادتر کانترست گرفتن اینجا و تفریق پذیری بین این دو محراق، مثلا این محراقات که در شریانات شریانی از خود چیز نشان داده بود در این وقت تفریق پذیریشان کمتر میشه. و تصویر سوم، این تصویر در حقیقت همو فیز تاخیری است که در اینجا کانترست تقریبا از تمام از جگر و از مراقات برآمده و یک کمک ما میتونیم ببینیم که کانترست از طریق گرده ها هست در حالت اطراح هست. شما خودتون میبینید که در اینجا خیلی ارزش داره آرتریال فیز به خاطر کتلات هایپرواسکولار که مقدار زیاد از اروای شریانی داره نسبت به قسمت پرنشم و از این خاطر ما این فیز میگیریم. سیتی اسکن برای کتلاتی که اروایش کم است، مثلا در صورت هایپوواسکولار باشه، این ما در پورتووینوس فیز بهتر میبینیم. به خاطر از این امو 120 میلی لیتر کانترستی که در آرتریال دادیم اونا آهسته با سرعت 2 تا 3 نگه میداریم، 2 تا 3 میلی لیتر فی ثانیه و بعد از مدت 70 ثانیه تأخیر، یعنی به تعقیب از اینکه اول آدم 20 ثانیه گرفتیم پس 50 ثانیه بعد از او ما یک سیتی دیگه اجرا میکنیم، یک معاینه تصویربرداری دیگر اجرا میکنیم و در اینجا کتلاتی که اروایش کمتر است بهتر رویت میشن، قابل رویت میشن.
زمان تاخیر افزاد زمان است که میتوان اسکنرهای جدید مثلا مولتی دیتکتور و قدیمی با آن پرانشم جگر را بهتر مشاهده کنیم. ای هدف من از این جمله ای بود که 70 ثانیه تأخیر که در اینجا گفتیم این امو زمان معد اوسط است که ما میتونیم در اسکنرهای جدید و همچنان اسکنرهایی که سابق بود و شاید 16 دیتکتور بود از او استفاده میکنیم. حال تقریبا 128 دیتکتور هم ما داریم. باز هم ما میتونیم از 70 ثانیه زمان از او هم در او هم ما سیستم وریدی یا پورتووینس جگر بهتر مشاهده کنیم. با تعقیب بولوس پورتووینال فیز فاز تاخیری به مدت 10 دقیقه بعد از گرفتن کانترست یا از شروع گرفتن کانترست اجرا میشه. یک نقطه ای که دیگه میخوایم بگویم اینجا 10% سرطان‌های اولیه نسل جگر که عبارت از هپاتوسلر کارسینوم است میتونه که ایروایش کم باشه یا هایپوواسکولر باشه. در تصویری که میبینیم یک هایپوواسکولر متاستاز نشان میده که در قسمت راست کبد است. در تصویر اول مریض کانترست از طریق فمی گرفته و در جوف بطنش قرار داره. کانترست بیرون از بطن نیست، از بیرون از ونتریکل یا بیرون از خلطه معده مائي نیست و این یک نان کانترست است. در حالت دوم میبینیم که کتله وقتی که ما در پورتووینال فیز میبینیم میره در اینجا کتله بهتر و ما قابل رؤیت شده. حجرات جگر یک اندازه کانترست گرفته. کانترست همچنان ما در وینای هپاتیک میتونیم ببینیم و کتله را برای ما یک اندازه مشخص کرده. چون این هایپوواسکولر است پس در این صورت نسبت به مجرات جگر این کتله کمتر کانترست اخذ کرده و تفاوت به می کثافت از اینا را ما بهتر اینجا قابل رؤیت میتونیم بسازیم. با تعقیب از این یک سیتی دیگه با تعقیب از این گرفتن با تعقیب پورتووینال فیز که در این صورت کانترست از جگر و از ورید و از تمام جاها آهسته برآمده. فرق حجرات جگر با حجرات متاستاز هایپوواسکولر اینجا خیلی کم است. همون کیس بود. یک اندازه تصویرش بزرگ. کتله هایپوواسکولر موجود است. کتله هایپودنس وقتی که در پورتووینال فیز میبینیم حجرات جگر نسبت به او زیادتر کانترست گرفته. خود کتله یا همون آفت میراقی که دیگه البته متاستاز هایپوواسکولر است اینجا کانترستش کمتر است و در وقت دیلیت فیز یا فیز تأخیری فرق بین ازی و حجرات نرمال کبد دیده نمیشه. CT فاز تأخیری یا به نام اکویلیبرم فیز یا فیز تعادلی یا با تعادل بگوییم به فارسی در مدت 10 تا 20 دقیقه بعد از اخذ کانترست اجرا میشه. در اینجا وریدهای کبدی به اندازه متعادل کانترست را با خود پرانشیم کبد داره. در این فاز مهم است تا دانسته شود کانترست در کجا باقی مانده. این در خط در ما در فیز تأخیری میگردیم پشت کانترست که ببینیم در کجا هست. اکثرا در کلیه ها، در حالبا، در مثانه کانترست رفته و یکی از معاینات است که در وقت برای دیدن کتلات داخل حالب، کتلات قسمت داخلی کلیه ها و همچنان داخل مثانه ازش استفاده میشه. در سرطان های طرق صفراوی همچنان کانترست از طریق صفرا یک اندازش میبرایه و میبینیم ما سیستم صفراوی رو بهتر. چیزی که مهم است اینجا در فیز تأخیری اگر ما کتله را در کبد ببینیم که کانترست داشت باقی مانده، این میتونه شامل هایپرپلزی میراقی یا فوکال نودولار هایپرپلزی باشه. تومورهای فیبروتیک سلیم مانند ادینوم باشه در صورت که سرطان‌های طرق صفراوی باشه. چون طرق صفراوی در اینجا کانترست از طریق صفرا خارج میشه و در کتلات که مربوط به سرطان که منشأ طرق صفراوی داره در اونجا کانترست باقی مانده. در صورت که سوال اینجا
به وجود میاد که اگر مریض ما دچار سیروز کبدی باشه، مریضای سیروز کبدی اکثرا تقریبا الی 10% اینا با آفات میراقی مانند هپاتوسلولار کارسینوما در ته سیروز خود اینا یعنی پیشرفت مریضی سیروزی کبدی با هپاتوسلولار کارسینوما می انجامه. و در صورتی که مریض ما سیروز کبدی داشته باشه، چطور میتونیم که فرق بین سرطان‌های کبدی و طرق صفراوی را بکنیم؟ در این صورت باید ما یک فیز دیگه را که در بین فیز تأخیری و فیز پورتوینال است انجام بدیم که در حدود 3 دقیقه بعد از گرفتن کانترست او فیز انجام میگیره. به خاطر از بعض تحقیقات است و آخرین تحقیق 2016 یک تحقیق چینی است که من در اینجا لینکش هم دارم براتان میمانم. تصویرهایی که میبینیم CT نان کانترست یا بدون کانترست، اینجا آفت هایپو با حساب آفت موجود است که در مقدار دنسیتیش کم است یا هایپودنس است. آهسته آهسته در هارتریال فیز میبینیم که کانترست درش آهسته آهسته از اطراف داخل میشه. در پورتووینال فیز کانترست باز هم در دیواره های ازی میبینیم و همچنان در فیز دیلید که در حدود 10 دقیقه بعد اجرا شده، ما کانترست همچنان باز هم باقی مانده های کانترست اینجا میبینیم. ببخشید که اینجا فکر میکنم دیلید فیز نیست، بلکه فیز 3 دقیقه‌ای است که اجرا شده و کانترست هنوز همینجا باقی مانده. این بر ما نشان میده که کانترست در امی هایپودنس لیژن آهسته آهسته زیاد شده و هم به شکل از محیطی به طرف داخل کانترست اینجا دیده میشه که اینش نماینده ازی است که آفت موصوفه عبارت از یک هیمنجیوم کبدی است که سلیم است. عکس دوم در اینجا unenhanced contrast یا فیز بدون کانترست unenhanced CT رو میبینیم که یک آفت در قسمت لوب یعنی سگمنت 4 به شکل انتریور قرار داره و این هایپودنس است. بعد از گرفتن کانترست آهسته آهسته کانترست ما اینجا میبینیم که در شکل در آرتریال فیز کانترست زیادتر شده میره و همچنان کانترست مقدارش بالا میره و در دیلیت فیز هم امی بلند رفتن کانترست دیده میشه، چون فرق بین خود آفت و خود نسج کبدی پیش صورت نمیگیره و ای پروگرسیو کانترست اپتیک است که هم نماینده ازی است که آفت متذکر یک آفت سلیم است و ایمنجیوم عبارت از تشخیص ازی در اینجا می باشه. در مریض سوم ما عبارت از یک مریضی است که دیوارهای کبد ازی به شکل اندنتیشن داره، یعنی که کبد به شکل سالم نیست. سوال برانگیز است که آیا سیروز نزد مریض موجود است یا نه. و فکر میکنم که با این شکلی که هست امکان سیروز کبدی است و یک آفت هایپودنس در قسمت چپ کبد موجود است و این در آرتریال فیز مقدار زیاد کانترست از خود میگیره، یعنی در حقیقت هایپرواسکولار است. در پورتووینال فیز کانترست ازش از دست میده و در دیلیت فیز نسبت به سایر قسمت های کبد ای از دست داده خوده، چون مریض خودش سیروز کبد داره و کانترست از دست داده. منشیش هایپرواسکولار است، نشان دهنده ازی است که یک آفت سلیم است و به فیصدی زیاد آدم میتونه بگوید که یک هپاتوسلولار کارسینوما میراقی به اینجا موجود است. این همین ریسرچ است که در مورد pattern of enhancement intrahepatic cholangiocarcinomas in cirrhosis on contrast enhanced computer tomography risk misdiagnose هپاتوسلولار کارسینوما، یا ای که ما بعضی از مریضا را به شکل هپاتوسلولار کارسینوما چی کنیم، misdiagnose کنیم. این را بیان میکنه
اگر وقت داشتین میتونین به شکل ایره ببینین بخوانین، خصوصا بر رادیولوژیست ها خیلی مهم است. هدف از اکویلیبریوم فیز مایی است تا بفهمیم که چقدر واش اوت کانترست، چقدر کانترست از تومور موصوفه یا آفات میراقی برآمده، آیا کانترستش باقی مانده و اون به شکل بلد پول که منجوم نشان میده، کانترست در کپسول باقی مانده که ایسوسی است و همچنان آیا آفت به شکل سکار یا یک فوکال نودولار هایپرپلزی که در این حالت کانترست به شکل یک مهراق فبروتیک در قسمت مرکز باقی میمانه و منظره سپوکت ویل یا تایر یا چین بایسکل به خود میگیره او را نشان میده. این در حقیقت فرق‌های آفات میراقی را بهتر در این فیز تأخیری میتونیم ببینیم. میایم سر معاینه بعدی جگر که عبارت از MRI جگر است و در اینجا پارامترها و سکونس ها نظر به این که آیا MRI از کدام شرکت است، از دارای چقدر قدرت سایه مغناطیسی است و کدام نوع ماشین است که آیا ماشین ما نظر به مدلش، نظر به ساختش، نظر به قدرت سایه مغناطیسی، سکونس ها و پارامترهای هر MRI از یکی دیگه فرق میکنه. دو ماشین MRI اگر از عین شرکت هم باشه باز هم از نظر تصویردهی با همه یک اندازه تفاوت داره که اگر با وقتی شما اگر در کارتان با اون مواجه شوین با تصاویر مختلف میفهمین که ای از اسکنر A است و این تصویر اسکنر B است، حالا که هر دویش از یک کمپانی و یک جا و از با یک پارامتر ساخته شده و کدگذاری شده. پروتکل‌های اصلی که در معاینه جگر باید به صورت عموم بدون در نظر داشته از این که آیا کدام MRI است باید نزد مریض جگر انجام شود قرار ذیل است که در اینجا لیست کرده میره. SSFC یا سینگل شات فاست سپین اکو میگنش، یک فاست گریدنت اکو است به شکل سکاوت اجرا میشه که در اینجا معاینه میتونه محوری یا اکسیال باشه، همچنان میتونه به شکل کورونال باشه. فرقش این است که در این معاینه ما میتونیم ببینیم که کجا به شکل یک توپوگرام است برای ما، اما خوبی و بدی از ای است که مقدار ریزولوشن در امی سینگل شات فاست سپین اکو کم است. بعد از این تقریبا ما تمام مقاطعی که در از جگر میگیریم همش محوری یا اکسیال است که این شامل T1 weighted gradient echo in and out of phases. این کلمات است که ما استفاده میکنیم، شاید برای شما قابل یعنی خوشایند نباشه یا ای که مهمم نباشه، اما برای یک رادیولوژیست خیلی مهم است، چون در اینجاست که ما آفات از یکی دیگه فرق میکنیم با واسطه اینمی فازهای مختلف است که ما فرق میکنیم کجا آب است، کجا شحم است، کجا کانترست است و با یکدیگر اینا چی عملهای متقابل اجرا میکنن. یک مثال اینجا دارم، یه 4 مریض است. T1 بیس اساسی اسکن ماست، T1 in phase و T1 out of phase که در این فیز ما شحمه یعنی چربی را اینجا که چربی زیر جلد بگیریم و همچنان چربی داخل جگر را ببینیم، همراه با آب ما به شکل سفید رنگ میبینیم، یعنی فرق بین چربی و آب کردن میتونیم. در صورتی که ما این آب پست فیز یا اوت آف فیز قرار بدیم، مولکولای شحمی اینها نسبت به مولکولای آب اینا زودتر فیز خود نظر به داشتن مقدار پروتونه که در امار اونا مورد هدف و مورد عزیزن که فیزهای اینا تغییر میکنن. فیز شحمیات نسبت به آب زودتر تغییر میکنه و وقتی که ما در اونجا عکس بگیریم که میگیم اوت آف فیز، در اون صورت شحمیات زکنالش پایان میه و سیاه رنگ نشان داده میشه. مریض اول ما جگر شحمی دارد اینجا، یعنی اگر ما این فیز ببینیم و اوت آف فیز بیده میشه که به صورت عموم در اوت آف فیز جگر سیاه شده
مریض دوم ما این فیز و اوت آف فیز، اینجا هم جگر شحمی است، اما بعض میراقات موجود است که در ساحات سالم یا ریجنراتیو نودولی میتونیم بگوییم برش، یا ای که فت سپیریت ساحات که توسط فت هنوزم چی نشدن، یعنی ساحاتی هستند که در اوجا شحم موجود نیست، اما به صورت عموم کبد شحمی است. مریض سوم ما این اوت آف فیز میبینیم که قسمت هایی که نداره میراقات شحمی اونا به مو رنگ خود باقی مونده، اما قسمت هایی که به شکل فوکل فت اینفیلتریتس در اینجا موجود است، اونها رنگ خود تغییر دادن و یک نماینده از این بر ما است که پیش مریض فوکل فتی اینفیلتریت موجود است. همچنان جیوگرافیک فتی اینفیلتریت که هم از نوع بزرگ فوکل فتی اینفیلتریت است، همچنان در اینجا مریض چهارم ما دارد. فرمول ازی که چرا ما میتونیم، یعنی به چه شکل میتونیم این اوت آف فیز با هم دیگر مقایسه کنیم، از این قرار است که وقتی که ما یک تصویر این فیز داشته باشیم و بعد از تصویر پست فیز، اونها میتونن توسط از اون مقدار فت که در کدام قسمت جگر چقدر فیصدی فت داره توسط دانستن فت فرکشن با این فرمول که قسمت ما میگیریم خود فت که به حساب out of phases، اونا را تقسیم میکنیم به این فیز. وقتی تقسیم کردیم برای ما نشان دهنده ازیسته که فیصدی شحم یعنی فت فرکشن نشان میده. فت فرکشن دائما فیصدی خاص شحمی نیست، اما تا یک اندازه زیاد میتونیم بالایش اعتماد کرد. سکونس بعدی ما تو فت ساتوریشن با دو وقت تایم آف ایکو است که 60 تا 120 میلی ثانیه را در بر میگیره. این وقت‌های مختلفی است که در زمان T2 یا آب میتونیم توسط ازی ببینیم. خب این T2 بعد فت ساتوریشن، این اوت آف فیز، این فیز و این هم از SS یا همو شکل سکاوت ما که گفتم ریزولوشن ای کم است، فرق زیاد بین انساج کوچک ما کردن نمیتونیم. در T2 میتونیم ما آب ببینیم، میتونیم خون ببینیم، میتونیم رگای خون بهتر ملاحظه کنیم، چیزی که ما در این اوت آف فیز T1 نمیتونستیم ببینیم. اینجا این فیز اوت آف فیز همچنان T2 فت ست میبینیم. در این فیز جگر به صورت عموم هوموجن دیده میشه. در اوت آف فیز ساحاتی که شحمی هستن اونا از دست دادن سیگنال خود و در صورت T2 فت ساتوریشن چون این آب است و فت ازش کشیدن، فت رنگ خود سیاه کرده، جایی که فت بوده اونا سیاه شدن، بلکه جایی که آب داره این در حقیقت ساحه نرمال کبد است که باقی مانده و بعض ساحاتی که شحمی هستن که قسمت تقریبا 90% چیز تشکیل میده، حجمش کبد تشکیل میده، اونها هم توسط فت ساتوریت شدن، کم شدن فتشان. یک مثال بسیار خوب و فرق بین این فیز و اوت آف فیز و T2 است. همچنان ما میتونیم نظر به ای که مقدار شحم چقدر است کالر کودینگ کنیم، یعنی در حقیقت کد بتیم در صورتی که بین 100% سطح سرخ باشه و 0 هیچ شحم موجود نیست. مریض های ما خدا میتونیم ببینیم و فیصدی رو تعیین کنیم. در اینجا یک مریض است که قبل از تداوی یعنی کبد شحمی داشته، چربی منتشر داشته و بعد از تداوی چون منشأ شحم تریگلیسیرید است و پیش مریضای اکثرا تداوی به خاطر پایان آوردن عصبی تریگلیسیرید صورت میگیره و بعد از تداوی در جریان سیر تداوی میتونیم ببینیم که فیصدی تریگلیسیرید از 52% در این مریض به 33% کاهش یافته. اگر اینجا را کد بتیم تقریبا در حدود 50 رنگ که در وسط قرار داره و این پایین آمد به طرف رنگ آبی رنگ که 33% که مریض تداوی شده و مقدار شحم در کبدش پایان آمده. همچنان فاز جدیدی که میخوایم بگوییم فازی هست به نام DWI یا Diffusion Weighted Imaging و همراه با ADC هست، یعنی Apparent Diffusion Coefficient. DWI یک فیز جدید است که نشان دهنده مقدار پروتئین‌های
هست که به شکل آزادانه حرکت ندارن. این برای نشان دادن ساحات تخریبی را بر ما نشان میده که باید توهم با ADC یک جای دیده شود. در این تصویر اول که B0 و B100 یعنی مقدار B ها نشان دهنده اینتنسیتی است. هرچقدر که بالا بره همقدر ما بهتر اینتنسیتی چیزا میبینیم، اوجرات میتونیم ببینیم. اگر ما در نظر بگیریم B0 و B1000 ای ساحه را و با این ساحه و با منظره apparent diffusion coefficient شده نظر بگیریم، ساحاتی که سفید رنگ است. به صورت عموم ساحاتی است که باید ما او را مورد هدف خود قرار بدیم. اینجا پروتون به شکل فری و آزاد نمیتونه حرکت کنه. اینجا بریر حجروی از بین رفته و یا هیچ نداره، موجود نیست. فرضاً امی اروی خرد یا امی تیر خرد نظر میگیریم. در اینجا سفید است نسبت به ساحات دیگه سفید است و در apparent diffusion coefficient ای هم سفید است. ای برای ما نشان میده که ساحه که مورد نظر ما هست یک سیست است. این هم یک سیست است. اما ساحاتی که در ایجا apparent diffusion coefficient از این سیاه است، نشان دهنده هایپرواسکولاریتی یا تولید اوجرات جدید است. هایپرسلولاریتی تولید اوجرات جدید است که دیگه میتوز بلند است و نشان دهنده آفاتی است که مقدار اوجرات ازی سیر بسیار تولید مثل یایی که میتوز بسیار بلند داره که در اینجا عبارت از یک آفت توموری است که میتونه متاستاز باشه. نظر به که تعداد زیاد است اکثرا فکر متاستاز میشه، یا یک میتونه یک آفت بسیار بزرگ میراقی باشه. معنی دیگه که هست فکر نکنم در افغانستان باشه، به نام MR الاستوگرافی است. الاستوگرافی درجه شخی یا سفت بودن ارگان‌ها را به خصوص جگر نشان میده. در ارزیابی فبروز جگر که یک مرحله قبل از سیروز است مهم است. یک شکل نان اینویسیو است، یعنی که عملیات صورت نمیگیره، مریض باز نمیشه. شاید یک میتود خوب است تا سویه سفت بودن و یا شخ شدن و یا یک به اصطلاح چملک شدن جگر نشان بده. در این معاینه یک آله مکانیکی با قدرت موج بین 40 تا 120 هرتز بالای جگر گذاشته میشه و در عین زمان ما یک گرادینت ایکو ام را در جریان اهتزاز از این یک تصویر گرادینت ایکو را عکس میکنیم. سرعت اهتزاز، طول موج اهتزاز نشان دهنده سفتی یا سخت بودن نسج کبد می باشه که این رو میتونیم به شکل مقداری ارزیابی و دریافت کنیم. چیزی که باید بگویم اهتزاز صوت، چون این حالت مکانیکی است، فقط اهتزازات به شکل اهتزاز صوتی صورت میگیره و یا همچنان اهتزازات است که طول موج از او وقتی که در نظر به انساج چیزی که بسیار سخت است او صوت زودتر انتقال میکنه و طول موجش بلندتر است نسبت به مواد که کمتر سخت هستند. این هم نمونه از او است که یک همون درایوی که بالای کبد موقعیت داره اونا با فرکانسی بالا اهتزاز را به وجود میارن و اینمی اهتزازات ما توسط گرادینت ایکو میتونیم بررسی کنیم. در مریض بالا که این الستوگرام است، این مپینگش است و این هم یک تیک است، یعنی تصویر تیک است. ما یک ساحه را مورد نظر خود قرار میتیم که امی ساحه را میخوایم معلوم کنیم چقدر از سفتی از این باید اندازهش 1.5 تا 2 سانتی باشه و جایی باشه دور از انساج غیر از ساحه انساج غیر از جگر، مثلا از رگ دور باشه، از ترخ صفراوی دور باشه، همچنان از قسمت اطراف نزدیک کپسول هم باید نباشه. اینا میتونیم توسط از این ما طول موج از این ببینیم، توسط سرعت انتقال سیاله سرعت انتقال موجی که تفریش کرده میتونیم ببینیم و نظر به فرمولی که در عقب از این قرار داره میتونیم درجه سختی را معلوم کنیم. مریض دوم مریض سیروزیک است. شما ببینید که اطراف کپسول جگر به شکل اندنتیشن موجود است
و جگر به شکل صاف و ساده نرمال مد نظر قابل رویت نیست. اینجا در اینجا طول موج نسبت به مریض بالا بلندتر است و الاستوگرامش هم مقدار زیاد سفتی نشان میده. سرخ بودنش نشان دهنده است که سخت است و یک فیبروتیک است. لکچر اول ما در مورد ماینا بود، ختم شد. لکچر بعدی در مورد امراض منتشر کبدی است و امراض منتشر کبدی را ما از نوع‌های مختلف از ایره با تشخیص‌های تفریقی ازی به شکل مشرح با تصاویر مختلف براتان نشان میتونم در CT، در MR و در اولتراساوند. لکچر سوم در مورد آفات میراقی کبد است که اون هم باید با یکی دیگه مقایسه شود، فرق شود با از یک دیگه، که اون هم یک لکچری است که از یاد نبرین. اگر خواستین شریک بسازین با دیگر دوستایتان. وقتان از یاد نمیگیرم. من فکر میکنم من خیلی زیاد گپ زدم و یک ویدیویی که تقریبا 1 ساعت گرفت هست. شما را به خدا میسپارم. شب و روزتان خوش و همچنان یادتان نره که اگر تانستین لایک کنین، شریک کنین و انتقاد، پیشنهاد در صورت که سوال داشته باشین میتونین بنویسین. اگر تانستم جواب میتونم، اگر نتونستم کوشش میکنم جواب شما را پیدا کنم. شب و روزتان خوش. خداحافظ.